سلام علیکم اشقا خودم که چطورتون عالی باشه. مهزیارم به یه ویدیو دیگه به چنل من خیلی خوش آمدید. موضوع این ویدیو چیه؟ موضوع این ویدیو تناینا تولپ هستش. تناینا تولپ یا همون سایکون نخندی خودمون. خب قرار بریم سریع کنیم نخندیم، منم که آدم خنده رو. ولی قبل از اینکه بریم ویدیو رو شروع کنیم خواهش میکنم نیازمندم حتما لایک کن، اگه سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن، زنگوله رو بذار تا هر موقع ویدیو گذاشتم بهت یوتیوب بهت خبر بده که مهزیار ویدیو گذاشته و بیای ببینی. لایک کن چون لایکت بهم خیلی انرژی میده. بریم سراغ ویدیو. خب میزنم اینو بریم. قرار 20 تا من چیز ببینم، 20 تا من اینو قطعش کنم چون شروع کردیم حرف دارم. خب قرار من 20 تا فیلم ببینم و به 5 تاش اگه خندیدم قراره مجازات بشم و یه قاشق پر نمک، یه قاشق نصفه دیگه، یه قاشق نصفه نمک من باید بخورم. حالا اگه ندیدین حتما بعد از این ویدیویی که اینجا میاد رو ببینید. رفتم اکسپلور گردی خودم، چیزی که توی اکسپلورم بود و به همتون نشون دادم و گفتم این اکسپلور من اینه، چیز خاصی نیست، برو ببین چیه. اگه دوست داری بدونی چی توی اکسپلور من میگرده همین الان که نه بعد این ویدیو برو اون رو ببین. بریم تناینا تولپ رو شروع کنیم. بریم 3 2 1 بریم. هنوزم بابام یه حرکت میکنم میگه الان چی بهت بگم نفهم، بهت بگم بیشور، بهت بگم مخور، بگم مرد حسابی همه رو داری میگی دیگه، یادت نمیاد میومد بیشتر از این میگفت. هنوزم بابا خندتان نبود، خدا کنه نیماتیکی 2 نباشه، خدا کنه دومی. خندان نبود. بریم. وقتی منو مثل سگ میدونم میگفت حالا غذا تو بخور. من نبودم این دوتا. وقتی معلم‌ها توقعات اولیا رو میشنون. این چندمی بود؟ ببینم. این دومی بود، سومی، چهارم. بریم. وقتی میخوابی و بیدار میشی میبینی دستت خواب رفته. دستم کنم ماما دکی مرز دکی بسته دیگه، چند بار میگه دکی؟ داره صحبت میکنه. معلومه که صحبت میکنم، خب اصلا منو خورد کردی، یکم خلاقیت داشته باش. یه بار 2 بار 100 بار داری میگی دکی، گفتم مهمونی یه بار بعد خریدم بسته دیگه. من اینجا به دنیا اومدم تا اصلا من داره خورد میکنه. اصلا دکی به چه معنیه داره میگی دکی؟ سلام. خب که چی سلام؟ چیکار باید کردم بچه خندی دیگه. ما همین کارو میکردیم خندیدیم. حالا منو بد کردی. یکی خندیدم بریم، یکی خندیدم تا الان یکی 5 تا باید بخندم. 5 اون رفیق ده هیچ وقت گوشی شارژ نداره. این منم الان شارژ گوشیمو اینجا هست، میتونید کنار من هست، بتونید 1% شارژ داره. اینو از همین یارو خندیدم من دوم. آره به خدا 2 درصد بابا میگم تو شارژ نداره. یه ساعت تو شارژ گوشی باشه زودتر بگید گوشیمو به شارژ بزنم. حاجی به خدا 5 درصدم.
گوشت همین الان خاموش شده. بعد زنگ بزنم بیام قرار خونتون رو بس کنم. تا کنار میبینم تو آقا فاموای اینو سیستم بود من گوشیم صفر شارژ نداره. شارژ نداره. بابا پیاده شد شارژ نداره. در ما رو سرویس کردی. من گوشیم الان 1% شارژ من بدبخت گوشیم 1%. وقتی وایس میدم هست میخوام وایس بدم سلام مرسی خوبم شما خوب هستی چه خبرها اصلا هم خانه نبود نمیدم تا الان چند تا ویدیو دیدم بریم بشماریم این 1 2 3 4 5 6 7 8 تا ویدیو دیدیم ما 8 تون باشه 8 20 تا ویدیو قراریم این نوعی مارکوش وقتی تو دعوا باداروش هم آنم طرف منو میگیره خب بریم بعدی این نهمی و این دهمی من و داداشم تو اتاق وقتی مامانم جلسه قرار گرفته یکم خواهیم 11مین ویدیو منم نه اون کسی که غذا میخوره غذای داداشو من میخورم غذا داداشو من خب بریم بعدی با کاش وقتی تو میمونی مامانم میگه شما بشینید دخترم جمع جور میکنه این شوخی که این شوخی دهمی 11می 12 اما رو اسنپ اینو باز اگه بکنه که نمیکنه گوش نمیکنه بریم بعدی این 11می باشه وقتی تو سازمان مدیر یا موزیک مامانزو گذار پلنری میشه بازیگر خوبیه چرا انقدر باش شوخی میکنید و نمیدونم یکی باش شوخی کنه من بازیگر میخوام بشم عالیه درز 11می 12می بود این 13می دیدم من از کسی نپرسیدم بچه‌ها دیدم همه اینوری میرن من در گفتم اینجا بریم ببینیم این 13می بود کسا خنده دار نبود او قربونش بشم من بریم 13می رو بعدیه بریم خدا بشه تانه قربونت بشم من قربونت دستات بشم قربون دستات بشه با بچه هم قربونت بشم من بریم بعدی وقتی بعد از 12 سال رانندگی رسیده به دریا این 14می بود تنها که 2 تا بیشتر نخواهیم این 15می وقتی 4 صبح بیدار شدیم نشون دین نبود آنگش یا من بد شنیدم ممکنم من بد بشنوم این بدی حواست کجاست داداش حواست کجاست این 16می
برو بریم تو کارش. Hi, Aestor is a founding father of our modern society. Without it, we would fall back to the steam engine dark ages. People suffering in خاموش شده داشت. اون زمان این 17 دیگه بدونم. دیگه بدون دوربین ماهورم میتونه ببینه. 3 تا خندیدم. خب بریم. حامد آهنگی نباشه. جناب خانه بریم. چون 17 فیلم کنم. فامیلی میخوایم برین عید دیدنی، بعد یه لباس تازه خریدین که خودتون خیلی دوست دارین، میخواین بپوشین مال خانواده ماست محسن. بپوشین مال منه و اخی کی میپوشین؟ محسن جان اصلا اینجا نمیشه تو یک کلمه رو اشتباه بگی، یعنی اشتباه بگی اصلا میره به جایی که نباید بره. تو خودم رو گرفت تا اگرم میخندیدم. این 18 19 این کی که قربونش بشم من. 19 شیرزاد دکتر افشار رو بیچاره کرد. مخصوصا اون آخرش که راجب نازنین گفتی. راجب ناز تو همین حرفا تو رادیو شنیدی؟ آره صداتون قطع نشده هنوز بحث بود دیگه. خانم شیرزاد من تلفن قطع نکرده بودم. نه خیر شما فقط گوشی رو پرت کردین اینجوری کردین رفتین اون گوشه. خانم شما دیدی که من تلفن قطع نکردم؟ بله. چرا نگفتین؟ آخه من فکر کردم شاید شما دلتون میخواد که نظراتتون و خانومتون و سایر شنونده ها بدونن در مورد زندگی خصوصیتون. چی داره میگه؟ بیام جلو بالتون بزنم. واقعا چقدر هوا گرمه. ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر. چند حرفی تو چی جا میشه؟ حد و گزینه سنگین باشد هیچ کدام. چه ربطی داره خانم؟ هنوز نمیدونه که باید بره بیرون. هنوز نمیدونه. بابا می‌خواستی بگی من برم بیرون. این کارا چیه دیگه؟ میگفتیم برو بیرون. آقا دکتر با اجازهتون خیلی بد بازی می‌کنید. نتونستم جان تا نتونستم جا خودمو بگم. شیرزاد عالیه. 19 بود. 20 بریم بقیه چیزی نخندم. 4 تا خندیدم تا الان. میزانشی دوستم موقع زمینی نخندیدم. خب قطع کنم اینو. خب ممنونم که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. خیلی خوشحال شدم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. سعی کن نخندی من به دلتون نشسته باشه. 4 بار خیلی گفتم اگه 5 بار بخندم مجازات میشن که 5می رو نخندیدم. بیا فکر میخوام بخندم. امیدوارم که همیشه عالی درجه پرانرژی باشید. من آخر همه ویدیوهام یه جمله معروف دارم. خدا میگم برو سمت راه مورد علاقت، برو سمت اون
راهی که مورد علاقته، برو اون سمت راهی که ذهنت به اون نیاز داره و تو رویاهات اون راهو بساز. ممنون تا اینجا ویدیو همراه من بودید و کتاب لایک یادتون نره، حتما لایک کنید ویدیو رو، سابسکرایب کنید، زنگوله رو بذارید روی آل و تا ویدیو بعدی شاد خفه کن انرژی بمونی.